من دو تا خواهش کنم برای حالا هفته بعدمون که می‌خوایم ادامه بدیم. یکی این که من بحثی که براتون هفته بعد مطرح می‌کنم، حالا نمی‌دونم حالا به روالمون که برمیگردیم که وارد همون تاریخ فلسفه رسمی تر بشیم، یه بحثی در مورد ژست قبلا فکر کنم کتاب وسایل بی هدف معرفی کردم، ولی یه بار دیگه معرفیش می‌کنم چون مقاله تو این کتاب هست به عنوان یادداشت‌های درباره ژست. یه مقدار اغراق میکنم، این مقاله سال 92 نوشته شده، حدود 4 سال بعد از انتشار اول رمان کندرا جاودانگی، اما حقیقتا مقاله بی‌نظیریه. یعنی مفهوم ژست خب توی قرن 20 2-3 بار احیا میشه. معروف‌ترین احیاش به خاطر تئاتر برشت بود و تأملات والتر بنیامین روی تئاتر برشت که کلمه گستوس آلمانی بود و توصیفاتی در موردش بود. اما مقاله آگامبن که سال 92 نوشته مقاله نسبتاً کوتاه و خیلی خیلی جذابی است. خود مقاله رو که میخونید یه ابهام‌هایی شاید موقع خوندنش براتون پیش بیاد، یه کمی شاید به ترجمه مربوط شه، ولی بخشش برمیگرده به ناآشنایی معمول ما با یه بخشی از تاریخ پزشکی و روانکاوی و اینها، و البته کاری که آگامبن کرده که شگفت انگیزه، یعنی اون تز اول مقاله یه چنین تزی است. اون میگه که در انتهای قرن 19 بورژوازی غربی به یک بار تمام ژست‌هاشو از کف داد. این تزی است که خب ازتون خواهش می‌کنم هفته بهش فکر کنید. ما هفته بعد بحثو از این مقاله و از همین تز شروع می‌کنیم. براتون همین توضیحاتی که آگامبن داده رو مصور کردم، یعنی همش هفته بعد به تفصیل براتون در میون میذارم، چون میدونید عکاسی بود به نام ادوارد مایبریج که خیلی ها میگن اولین تصویرهای سینمایی تحت تاثیر تصویرهای متحرکی است که او ساخته بود، یعنی عکسایی که از حرکت‌های معمول میگرفت، از دویدن اسب، حرکت یک فیل یا راه رفتن یک زن یا ژست‌های خیلی معمولی زندگی عادی. بعد آگامبن یه کار شگفت انگیز کرده. اون 1895 که هم سینما اختراع میشه و هم نهضت روانکاوی دیگه به طور رسمی پا میگیره، این دقیقاً نقطه اوج از کف رفتن ژست‌های بورژوازی غربیه. یعنی هم روانکاوی و هم سینما پاسخهایی بودن که همزمان داده میشد به یه خسران خیلی بزرگ توی تاریخ اروپا، و اینکه خب انسان‌ها در واقع موجودات یا حیواناتی بودن که به همون ژست‌ها شناخته میشدن. این مقاله است یا تلاشی است برای تعریف مجدد ژست، نسبتش با سیاست، با زیباشناسی، با عشق. و میگم به نظرم همچنان مقاله تک و منحصر به فرد، یعنی شبیهش فکر کنم شما هیچ وقت نخوندید و حتی به نظرم هیچ وقت آدم نمیخونه. مقاله خیلی تکون دهنده. اینو ازتون پس خواهش میکنم بخونید. میتونید هم 2 تا ترجمه فارسی ازش هست دست کم. میتونید کتاب کودکی و تاریخ آگامبن رو هم که نشر مرکز منتشر کرده، اونم ترجمه خیلی خوبی داره. این مقاله چون توی 2 تا از کتاب‌های آگامبن، اون آقای پویا ایمانیه، این ترجمه من با آقای مهرگانه، مال خیلی سال پیش. میگم ترجمهش بی غلط و بی ضعف نیست در واقع، ولی در کل فکر کنم خوندنی باشه. دیگه برای خداحافظی فقط چون تو به تابلو بروگل اشاره شد و حقیقتش من خیلی این تابلو رو دوست دارم، فکر می‌کنم هر کیم ببینه بالاخره شیفتش میشه. یه صحبت کوچیک در مورد این می‌کنیم و خواهشم از کاوه جان کردم که اگه فیلم آسی و صلیب پیدا بشه میتونید خودتون یه جلسه بذارید. واقعا دوست دارم که با هم دیگه ببینیمش، یا شما ببینید یا در موردش حرف زده بشه. من 2-3 تا نکته در مورد این تابلو میگم که میگم جزو زیباترین تابلوهای تاریخ نقاشی است، و بعد که حالا فیلمو ببینید و بحث ژست رو بکنیم تکمیلا میشه. اسم تابلو خب همون کاولری تو انگلیسی میگن، یعنی همون حرکت مسیر به سمت جلجتا، همون یعنی دیگه قراره مصلوب بشه. همونجوری که بهتون گفتم سیاست متعارف بروگل این بود که وقایعی که توی کتاب مقدس روایت میشه، ما در مورد معاصر بودن یه بار در موردش حرف زدیم، اون وقایع رو دقیقاً معاصر بازنمایی میکرد. معاصر بازنمایی کردن هم بچه مکانی داشت هم بچه زمانی داشت. یعنی انگار که
مسیح دقیقاً در قرن 16 در اروپا، در همون ناحیه‌ای که نزدیک همون فلامان بهش میگن، درست در همون مکان، در همون جغرافیا داره به صلیب کشیده میشه و درست در همون زمانی که بروگل داره نقاشی میکنه دارن مسیح رو به صلیب میکشن. و همین لباسایی که میبینید، اون سربازهای سرخ جامه‌ای که توی تابلو هستن، طبیعتی که هست، حتی زمانی که این اتفاق داره میفته، اینا هیچ کدومش ربطی به واقعی که در کتاب مقدس روایت شده نداره. اینجا نه اورشلیم، نه یهودی است، نه سربازانی که میبینید مال رومن، نه کاهنان یهودی هستن. این سه تا زنی که ابتدا توی همون فورگراند تابلو نقاشی میبینید همون سه مریم معروف کتاب مقدسه، ولی لباسایی که تنشون کرده یک کمی قدیمی به نظر میرسه، ولی مثل اینکه سه تا زن امروزی لباسای تئاتری تنشون کردن، ولی بازم ارتباط به اون تاریخ شمایل ها نداره. ولی اصلا مهمتر این که این تابلویی که دارید میبینید اسمش گفتم حرکت به سمت جلجتاست، اما خب شما باید مسیح رو توش ببینید. همونجوری که بهتون میگم یه چیزی بین 250 تا فیگور انسانی، چهره انسانی تو این تابلو هست. معمولا برای پیدا کردن فیگور اصلی یا شخصیت اصلی تو این تابلوها یه شگرد متعارف وجود داره توی تاریخ نقاشی. شما بایستی قطرهای تابلو رو ترسیم کنید، یعنی قطرهای مستطیلی که دارید میبینید، محل تقاطع قطرها رو که یه نقطه میشه، اون نقطه رو که پیدا کنید میشه همین نقطه که دارید اینجا میبینید، یعنی دقیقاً خودمون صلیب. اونجا شخصیت اصلیتون هست، یعنی مسیح، و درست در لحظه‌ای ترسیم شده که اشاره کردم مسیح زمین خورده. یه اتفاقی که به نظر من معجزه بروگله و توی خود تابلوی بروگل شاید این تابلو رو منحصر به فرد میکنه، توی این تابلو افتاده و این شاید توی نگاه اول از چشمتون پنهان بشه. اون کارگردان لهستانی که لخ مایفسیس اسمش درست یادم باشه 2011 فیلمو ساخته، اسم فیلمشو گذاشت آسیا و صلیب. علتش این بود که خب این فیلم، این نقاشی که دارید میبینید، موضوعش حرکت مسیح به سمت جلجتاست، یعنی مسیح که داره صلیب رو به دوش میکشه و در یک جای مسیر یه دفعه زمین میخوره و مرد دیگه این میاد و کمکش میکنه که یه مدتی صلیب رو او به دوش میکشه. خب دقیقاً همین لحظه رو ثبت کرده، میشه عنصر صلیب. ولی عنصر دوم که توی تابلو مهمه و توی اون فیلمی که مایفسکی ساخته مهم میشه، توی عنوان فیلمم برجسته میشه، آسیاست. و یه دون به آسیای بادی تابلو نگاه کنید. این اتفاق معجزه است، به این جهت دارم میگم معجزه است که وقتی شما دارید فلامان رو ذهنتون تصور میکنید، یعنی همون چیزی که سیاست همیشگی بروگل بود، تمام تابلوهای بروگل که نگاه کنید، تابلوهای تاریخیش که وقایع کتاب مقدس رو دارن تصویر میکنن، عموما دقیقاً توی ناحیه فلامان معاصر خود بروگل داره تصویر میشه. ناحیه فلامان یا نذرلندز که بعضی الان مترجمای امروزی گاهی اوقات ترجمهش میکنن به چه کلمه‌ای ساخته بودم بزنید یادم بیفته، ترجمه این رابینسون کروزو مترجم گذاشته بود و یادم نیست، یه چیزی مثلا فروزمین همچین چیزی، ولی تعبیرش از این بهتر بود، یعنی زمین‌های پست به اصطلاح. یعنی یه ویژگی خیلی مشخص تو اون جغرافیا وجود داره، اینه که زمین‌ها پستن و وقتی شما دارید آسیای بادی رو توی زمین‌های پست نگاه می‌کنید، اولین چیزی که توقع دارید اینه که خب آسیاها رو توی جلگه‌های وسیع، توی فضا، توی دشت‌های خیلی هموار ببینید. در واقعیت هیچ همچین آسیایی هیچ جای قابل تصور نیست. یعنی آسیای بادی که بعد درش گندم ها آرد بشن و بعد نون تهیه بشه، همین چیزهاییست که توی واقعیت معمول یا روزمره باید توی سطح زمین اتفاق بیفته، یعنی توی جلگه‌ها یا توی زمین‌های پست به اصطلاح رخ بده، تو همون نذرلندز باید رخ بده. بروگل یه کاری کرد، اون توی این تابلو که میگم تابلوی استثنایی هم هست توی کارهاش، گفت وقتی که مسیح رو من دارم توی زمان حال به صلیب میکشم، باید توی جغرافیا هم اتفاق بیفته. این اتفاق ساینس فیکشنی است، یعنی انگار شما واقعی رو امروزی کردید که در جغرافیا، در اقلیم حال حاضرتون تاثیر میکنه. یعنی یه دفعه یه صخره پیدا میشه، چون صخره در نواحی فلامان وجود خارجی نداره،
یعنی شما سفر کنید به هلند، به بلژیک، به اون نواحی، هیچ وقت یه همچین صخره تکی که این شکلی بلند شده و بعد بالای این صخره اضافی آسیا قرار گرفته باشه امکان نیست. یعنی شما دارید تصویر سورئال یا حتی کارتونی دارید نگاه میکنید. بعد یه ذره به تخیل خودتون کمکی بکنید، یه اتفاق دیگه هم میفته. اینکه اگه همچین چیزی رخ بده، اگر شما دارید فیلم مثلا نمی تخیلی میبینید، یه جور میشه تصور کرد. مثلا اینه که اطراف این صخره‌ای که اینقدر بلنده و آسیا روش قرار گرفته قبلا زمین بوده. یعنی یه اتفاقی روی این زمین افتاده که انگار فشار آورده. گفتم کودکانه هم بهش فکر کنید که توی ناحیه دیگه این دفعه آسیایی رفته بالا. یعنی فرض کنید لحظه‌ای که مسیح زمین خورده، دارم میگم به قوه تخیلتون میدون بدید، لحظه‌ای که مسیح زمین خورده یه دفعه یه تکه از زمین رفته بالا، بعد اون آسیا بالای بالا قرار گرفته. اما این تازه تمام ماجرا نیست. فیلم سازی که فیلم آسیا و صلیب ساخته، امیدوارم شما ببینید، لحظه‌ای که بروگل میخواد تابلو رو ثبت کنه رو اینطور تصور کرده. اون فرض کرده که بروگل یه کارگردان سینماست، داره فیلمی از زندگی مسیح میسازه. این یه سکانس طولانی است که مسیح داره راه میره و بقیه بازیگران سر جاهاشون چیده شدن، از سیاه لشکرها تا بازیگرای نقش فرعی یا نقش دوم، نقش سوم، و خود مسیح هم که داره صلیبو میکشه. بروگل کارگردان باید علامت بده که همون شخصیت‌ها یه دفعه متوقف شن تا این لحظه رو نقاشی کنه. کسی که فیلم راستی ندیده که توی دوستان ما. بعد این صحنه رو کارگردان اینطور تصویر میکنه. او میگه که خب همه بازیگرا دارن حرکت میکنن، کارگردان یه لحظه دستش این شکلی بالا میبره بعد همه ببینن، ولی مثلا اینکه کارگردان توی ارتفاعی وایساده که همه نمیبیننش. یکی واسه توی ارتفاع بالا به همه دستور بده که الان همه متوقف شید. کی این کارو انجام میده؟ مرد آسیابان این کارو میکنه. مرد آسیابان در اون ارتفاع بلند قرار گرفته، با حرکت دست یا ژست فرماندهانه بروگل او هم دستش میبره بالا. ولی یه چیز خیلی مهم، وقتی که اون دستش بالا میبره، طبیعتا همه بازیگرها، یه سریشون چشمشون به کارگردان، یه سری چشمشون به آسیابان، همه متوقف میشن. ولی یه چیز دیگه هم متوقف میشه، خود آسیا متوقف میشه. و برای اینکه بفهمید باز بروگل چقدر نابغه بود، این تابلو به خاطر وجود اون آسیا و پررنگ شدنش توسط این فیلمساز لهستانی تبدیل به تابلوی مارکسیستی میشه. ایده لخ مایفسکی این بود که به این تابلو یه جوری دیگه دقت کنید. این شکل از دقت کردن به این تابلو خب البته چند سال بعد توی اولین رمان مدرن هم شکل میگیره. این اولین رمانی که میشه گفت تاریخ ادبیات مدرن رو آغاز میکنه، یعنی دون کیشوت سروانتس. در دون کیشوت سروانتس شما داستان یه مردی رو دارید که بعد از اینکه زیاد کتاب میخونه و فکر میکنه ارزش‌هایی که در کتاب‌ها بهشون دل بسته در واقعیت تحقق پیدا نمیکنه، او موقعی که تصمیم میگیره بیاد توی واقعیت و نیروهای شر رو برونه، به جنگ چی میره؟ به جنگ آسیاهای بادی میره. این جنگ مارکسیستیه، یعنی او به جنگ وجه تولید مسلط در زمانی خودش میره. یعنی آسیاهای بادی در اون زمانی که دون کیشوت کتاب میخونده و بعد میاد توی واقعیت، تعریف کننده وجه تولید مسلط بوده. اگه کسی میخواد واقعا واقعیت رو تغییر بده، باید با اون وجه تولید مسلط مبارزه کنه. این جنگ یک تنی است که خب قاطعا محکوم به شکسته، یا از دید بقیه جنون آمیزه. همه روشنفکر و مجنونن، چون در واقع با نیروهایی میجنگن که بقیه اصلا این نیروها رو به عنوان نیروهای شر به رسمیت نمیشناسن، یا اگه هم بشناسن مبارزه با اونها از همون ابتدای مبارزه دیوانه‌واره. این کار ما معمولاً ابتکار عمل رو به سروانتس منسوب میکنیم که شخصیتی خلق کرده که با آسیاهای بادی میجنگه با ما نمون نماد یا مظهر زمینی نیروهای شر. ولی این ابتکار جناب بروگل بوده، چون بروگل در تابلویی که از مسیح خلق کرده با یه شکلی از شمایل نگاری رنسانسی هم در افتاده هم واسازیش کرده. ما میدونیم که در شمایل نگاری رنسانسی که جهان میشه جهان واقعی، تا پیش از اون شمایل نگاری توی فضاهای به اصطلاح مثالی اتفاق میفته. یعنی شما وقتی مسیح، مریم یا بقیه شخصیت‌ها رو میبینید، اونا توی پس زمینه‌ای وایسادن که اصلا واقعی نیست، انگار توی خلا ایستادن یا پشت سرشون اصلا هیچ واقعی رخ نمیده، یا توی فضای خالی و بدون پرسپکتیو، یا در واقع با پرسپکتیو معکوسه. اما در جهان بروگل یا بقیه شمایل نگاران رنسانسی، اگر شما طبیعت رو میکشید، شگردهایی دارید مثل اینکه یه تیکه ابر پاره شده از اونجا
شعاعی از آفتاب به زمین تابیده، این میگه یعنی خداوند نظر داره به این واقعی که داره روی زمین اتفاق میفته. تو اون سمت چپ یکی از وسایل اعدام زمان بروگل، یعنی کسانی که بدعت‌گذار بودن یا خلاف در واقع اصول کلیسا رفتار میکردن، پیکرشون رو اول اونها رو اعدام میکردن، بعد پیکر رو میبستن به اون چرخی که اون بالا سمت راست دارید میبینید و اون پیکر رو در معرض کلاغ‌ها و پرنده‌های آسمان قرار میدادن تا اون جنازه رو بدرند و قرینش توی سمت راست بالا اگه نگاه کنید یه دایره شکل گرفته، اینجا منظورمه، به این دایره مرگ گفته میشه. اونجا کسانی هستن که دارن میرقصن یا این مناسک شیطانی و زمینی رو دارن اجرا میکنن. اونجا جایی است که قرار مسیح درش به صلیب کشیده بشه، یعنی منتظر به صلیب کشیده شدن مسیح هم و اون دایره هم شکل گرفته. داستان از این قراره که به روایت اون فیلمساز لهستانی در جهان تابلو بروگل خداوند حضور داره، ولی خداوند کجا حضور داره؟ خداوند همون آسیای بادیه، یعنی تمام این اتفاقها داره زیر نظر یا آسیای بادی اتفاق میفته که به شکل خیلی غیر عادی دیگه روی زمین نیست. این یک بصیرت مارکسیستی است، یعنی اون چیزی که در مقام خدایی میشینه توی جهان مدرن، شما در فاز اول توسعه سرمایه‌داری به سر میبرید که بروگل داره کتاب مقدس رو روایت میکنه. در اینجا اون ساختار یا مناسباتی که مسیح رو به صلیب میکشه دیگه همون نیروهای به اصطلاح زمینی یا توی روایت بروگل فقط همون ماموران تفتیش عقاید اسپانیایی که کشور هلند یا اون ناحیه فلامان رو زیر سلطه دارن نمایندگی نمی‌کنن. نماینده اصلی خداوند همون وجه تولید مسلطی است که درست توی جایگاه واقعیش قرار گرفته، نه در جایگاهی که شما به شکل واقعی یا تجربی باش مواجه میشید. این آسیا در ارتفاعی قرار گرفته، توی منظری ایستاده یا در موقعیتی قرار گرفته که به شکل سنتی توی شمایل نگاری‌های سنتی متعلق به خداوند یا فرشتگانشه. خب امیدوارم بعدا فیلم ببینید، لذت ببرید.